دیده شکایت را گلوده همون فانتایی چیز نیده که سرش باز میشه یا پیپسی های خود سر هستن که سر به خود بوتل آورده میشه اینجا پر میشه و به نام پیپسی کوک با این موارد فروخته میشن. ما پیشتازی بسیار میگشتیم یا سیار میگشتن امروز اینو پیدا کردیم. داخل است که دیدو الک چی سوق ده باز بعضی جاها که میگن که اعلان که میکنه اصل کمپانی میگه که اصلی چی است تقلبی برام. بله ببینیم که چی موارد تای کرده با اساس کدام مجوز با اساس کدام اجازه نامه این فعالیت خود سر انجام میتونیم. رو غلط شو داره نری سعی کی وضعیت سرای سعی کو کشتار سعی کو باز وضعیت ازیر امیر عباس کاجی همی وطندارایی که کوک و پیپسی استفاده میکنن اینجا این شما اینجا هستین شما قدر حاضر تو بیشتر خلق کردین اینجا چی میکنین شما با اساس چی کی اجازه داده براتون مکتبم شکایت کرد مکتب توری یک چیز ببینین میریسه بوتل از پیپسی سرم از کوکاکولا و سر به خود دیگه پر کرده میرن باز شاگردای ما و شما که در مکتب هستن از این استفاده میکنن باز 5 روپه 6 روپه 7 روپه میفروشن این که داخلش چی است معلوم نیست دیگه نیست حالا میبینید ببینین این وضعیت این ماشین رو برشان خریداری کرده یک دقیقه چی است این فانتا است سر صحیح پرس نکرده ببینین فانتا و سرم از دیو بعضی برادرای ما و شما در مکتب هستن طفلای بسیار مقبول هستن این کالا رو برشان خریداری میکنن از بیرون اینه برشان از بیرون خریداری میکنن نه از بازار جمع میکنن نه یک چیزی داره که و همیشه مین یا پرس بعد بوتل هم چیزی نداره که تعقیم شوه یا هم از شار خریداری میشه مستقیم اندمی آب اینی هم آب است که یا چندین باری آب چیز است که صحیح نیست دیگه نمی چقه میشه و میاد از اینجا فانتا و کوک پر میشه خصوصا در پیش مکاتب اینجا موادشان است اینجا موادشان است این اینجا موادشان است این حتما فانتا است این هم حتما کوک خواد باشه این هم موادی که استفاده میکنن اصلا فعالیتی از یا غیر قانونی است و هیچ مجوز نداره یا چی است معلومه این رنگ است فود کلر چاکلیت براون نه مالک چوک دیده تو هستی تو بیا اینجا پیش بیا اینجا اینجا با کاساس با اجازه کی کار میکنین شما با اجازه کس ندارم خدا چی نیست از مالا این بوتل ها از کجا جمع میکنید بوتل ها از پاکستان می از پاکستان می این کالای بوتل از کجا می کجاش یا سرپوش هم از پاکستان می اینجا باز بوتل چند میفروشید شما ما بوتل سیر این شما میفهمین که جرم است یک نفر با میلیون دلار مصرف میکنه یک فابریکه را جور میکنه باز من شما تقلید میکنیم با اون قسم بوتل را در کجا شو میکنیم بوتل دوجا شو بیا اینجا ام یک بوتل برشان میتونم پر کنم ما سعی میکنیم چی رقم پر میکنیم میگه یک پر کنم حل امی پروسس که مکمل پروسس فکر کنم ما بیا این طرف نمونه ماشاءالله دیدین وضعیت این سقف این پایین فابریکه رو شما یک سعی کنید بیروش این بیادن بیروش این زود خالا خدا بکشه بیروش اولادای مردم شما مریض کردین در بدر کردین خوش هم هستین که کاروبار میکنین از خدا ترس ندارین خوش هستی که به خانه نفقه حلال میبری تو ببینم میریسه ما با خاطر بررسی کشتارگاه آمده بودیم ببینین وضعیت اینه این کوک است کوکی که همی طفلای ما و شما همی نازنینای ما و شما همی انده وطن ما و شما اینه سعی کنه اینه این که این چقدر مواد داره چقدر رنگ انداخته میشه از نگاه سی خدا میفهمه این هم فانتاست بیا
این فانتاست اینجا گیشه سایی کشتارگاه مگه رسمی ده شارواله کشتارگاه نرو آقا که بریجا در این صاحب بوتالا رو شستشو میکنن اون یک بوتال همونجا مونده این چیه؟ اینی تبع این تاب امام هسته تاب امام آوردن اینجا تاب امام آوردن اینجا بوتالا رو شستشو میکنن اونجا یک بوتال مونده اگه بوتال ترو بسه او بو که چواله ده اینه در تبع اما میره و کش میکنه آی خیری بینه نه یعنی می قسم شو میکنه نمیشه انداختنش خوشم هستن که ما فعالیت میکنیم دیگه وضعیت حتما اینی برس هستم و برسی که استفاده میکنن در بوتل داخل میکنن و اینی قسم شستشو میکنن اینه بس هست همی برس با کاری میکنن اینی تو داخل میکنن اینه پاکو و من الله توفیق بوتل پاک شد خاف وجود نداره پودر بیخی همی فعالیتی از این مطلق 100% غیر قانونی است این خلاف اصول است این هم مورولاک میشه بله مرلاک میشه کرد ویدیو خلفه بیار برای جیالا این سایب اجمل ایجا یکی الارگه بر کش دابن چی پاسی بند کرده تاریخ خزد ما فعلا این مرلاک میکنیم میره پویشی موین سبی خدمات شهری عریضه میکنه طلب گزارش میشه هدایت میده که گزارش رای کنیم گزارش که رای کرده تصمیم رهبری میگیره که بر چند روز مرلاک باشه و بر چند روز برشان مهلت داده شد صحیح